سپاس. برای بحث بیشتر در این باره آقای دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل با ما هستند. آقای فاطمی، شما را به بحث خوش آمدید میگم. میخوایم ابتدا از اینجا آغاز کنیم. با توجه به اتفاقات اخیری که در جنگ ایران و آمریکا افتاده، اوضاع در خاورمیانه را چگونه بررسی میکنید و به کدام سمت روان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و بیننده های سرویس خبری شما. خب ما شما میبینیم که ساخت و بافت‌های جدید در راه است و امریکا داره پلان‌های جدید را جور میکنه، چرا که بازی را در حقیقت باخته و میخواد که نیرنگ‌های جدیدی را در چیز کنه. چرا از هر طرف کوشش کرد که کشورهای عربی را با ایران در جنگ پرتن نشد، کشورهای اروپایی را دعوت کرد نشد، کشورهای آسیایی را که یکی از نزدیکترین به حساب همکارای تاریخیشان ژاپن حتی او حاضر نشد. حال داره به ذریعه کشورهای منطقه مثل اردن و مصر و اینا بازی های جدیدی را در جهان عرب شروع کردن که ممکن اونا را به زیر نام ازی که یک قوه متحد جهان عرب است و اونا را بر علیه ایران برخیزانند تا اونا حمله کنن و به یک غیر مستقیم به مرامی که قبلا امریکا نرسیده بود به او برسه و به یک صورت اونا را با ایران درگیر کنن، چیزی که به نفع جهان اسلام نیست، به نفع منطقه نیست و آتش منطقه را بیشتر می سازه و ضربات ایران سنگین‌تر می سازه و این کشورهای عربی چیزی به دست هم آوردن نمیتونند، کدام تغییری در اوضاع نمیه. ایران باز هم اگه اونا هم در مقابل ایران ایستاده شوند به او صورت هم ایران شاید دست بالا داشته خواهد بود و میتونه که اونا را به جای بشانه. مگرم از نظر ما است که اصلا باید کار صورت نگیره، اصلا باید کشورهای عربی به می فریب نرن. اگر مصر داره بازی مکارانه را در راه انداخته، اگر اردن انداخته، باید اینا بشناسن که چرا این شخصیت ها در فعالیت هستند، در این مناطق آمدن و با این رهبرها گپ میزنن. چرا مصر میاید دوباره زنده میشه از زیر گور و در سیاست جهانی مطرح میشه و میاید در بین این کشورها صحبت میکنه. این چیزایی است که باید از درک و تعمق کار گرفت و به اساس از او، چرا که تا می دقیق فیصلی را که کشورهای عربی کرده بسیار فیصلی مثبت و به نفع جهان اسلام است. چرا که تنها بگذارن که ایران و امریکا زور خود بزنه و اروپایی های گپ زدن که آمدی به جنگ حال زور تکش بزن و ایران و تو شما دو تا که خود بادارای دنیا میگفتن اسرائیل و امریکا و میبینن که زورشان نکشیده، ناچار حال به این طرف و طرف میدون، از این خاطری کشورها رو دخیل میکنن. اگر اینا ای کار نکنن یک کار عاقلانه خواد کردن که من از عربا توقع ندارم، چرا عربا بسیار و خود هوشیار نشان میتن داخل یک حماقت میکنن که بسیار هم کلی کار قبلی رو میشرمانن. دیگه خدا کنه که این کار نکنه، خدا کنه این دفعه از منطق کار بگیرن و با امریکایی چانس نتن که در منطقه آتش در بته و از او به خود بهره برداره. این امکانات بسیار وجود داره، این ترس وجود داره. دیگه از این بابت یکی از مسائل است که ما باید به این متوجه باشیم. آقای فاطمی، بر اساس روایت‌های میدانی به نظر شما تا اینجای کار کدام طرف پیروز بوده؟ بر اساس برخی گزارش‌ها که از آتش گرفتن کشتی جرالفورد هم سخن می‌زنند و استفاده از راکت‌های ایران که آمریکا را و پایگاه‌هایش در منطقه زمینگیر کرده، کدام طرف پیروز است؟ خب اگر به حساب کتاب هم کنیم ایران دست بالا داره. از لحاظ از بین رفتنی ها شما میبینید که او طرف همه چیز خود سیستم دافع هوا فعلا اصلا ندارن، چیزی که داشتن از بین رفته. میزایلی که اونا داشتن امریکا و اسرائیل او ختم شده. در 5 روز اول 800 راکت پترایت مصرف کردن، در 5 روز اول 300 راکت تاد مصرف کردن، در عبده تیاری تانکرشان 7 تیاریش از بین رفته، در 4 کشتی که 3 کشتی که تابال آوردن 2 کشتیش از به حساب از کار افتاده، چرا که دیروز کشتی جرالفورد آتش در گرفته در بینش. هنوز معلوم نیست که ایران میگه ما زدیم، اونا میگه نه ایران نزده. اگه ایران نزده خیر اگه اسکرا کرده معنیش است که اسکرا جنگ نمیخواد، کشتی خود به زور خراب کردن تا از دیکمیشن شه و از اینجا برای و جنگ نکنه. این خودش نشان میده که مورال عسکری آمریکایی به کلی پایین است، چرا که آمریکا اینجا اسلحه
ایران امریکایی در این منطقه اسلحه کافی ندارن تا از منطقه، و ایران در مقابل شما میبینید که هر روز یک راکت جدید استعمال میکنه و به تدریجی اسلحه خود بالا برده رفت. یعنی اول شروع کرد از میزایل رد کلستر یعنی خوشه‌ای و بعدا باز رفت به میزایل خیبر 4، باز رفت به میزایل خرمشهر 4، باز دیروز رفت به میزایل سجیل که در مورد میزایل سجیل آل کشورهای غربی دارن بحث میکنن که دو جمله در اینترنشنال اینترست در این مورد نوشته کرده که سجیل یکی از خطرناکترین میزایلایی است که ایران داره. 2500 کیلومتر میزنه، مصر، سودان، اوکراین، هند و اروپا را زیر تاثیر گرفته میتونه و قابلیت بردن 1 تن اتم داره دیگه. این چیزایی است که اونا رزی از این اسباب معلوم میشه که ایران دست بالا داره و اونا لوازم خود از همین خاطر اونا به این طرف میدون دیگه. از جمله 3 کشتی 2 کشتیشان از بین رفته. یک کشتی جورج واشنگتن است که او در منطقه است و یک کشتی جدید دیگر هم از امریکا خواستن که او تا میرسه در این منطقه، چرا که امریکا در مجموع کشتی های بزرگ به یک روایت 7 دانه دارن، به یک روایت 11 دانه دارن. از او جمله 4 دانش خامیان در این منطقه است دیگه. در 4ش که 2 دانش که از بین رفت، 2 دانه دیگه میمونه. اگه ایران وار زده میتونه خو یارم میزنه. وقتی که اینا رو میزنه برای امریکا چیزی نمیمونه. از این بابت ما ایره به نتیجه رسیده میتونیم که تحلیل تمام سیاسیون و مبصرین جهان بدون از اینکه حتی روسی است، اگه امریکایی است، اگه اروپایی است، اگه عربی است و یا ما افغانی هستم، یعنی با شما معلوم است که ما تحلیلای ما از اول ما که چیز میکنم ما گفتیم که کی کدام طرف میره. از این بابت ما به یک تحلیل به یک نتیجه رسیدیم که ایران جنگ برده، امریکا و اسرائیل در حقیقت جنگ باخته. اونا بینی خمیری میخوان که بسازن تا از جنگ پایشان برای و ایران نمیمونشان. حالا یک مثال از در ما شما داریم میگه ما خو کمپل میمونم که کمپل مربانه دیگه. اینا آل امریکا میگه که ما خو ایران میمونیم که آل ایران ما را میمونه و ایران میگه که نه نمیمونم ایتان پوزتان در اینجا میمالم تا بر ما توبه نکشین و بر ما ضمانت نتین که دیگه با ایران دست اندازی نمیکنین، در امور ایران دستزنی نمیکنین، کارتان دیگه دنیا چیزی که میکنین کنین در این منطقه دیگه نمیخوایمتان. حال جنگ از این بابت است که ایران اینا را قایم گرفته، اونا ایران قایم نگرفتن، اینا ایران قایم گرفتن و چون شکست از اونا فاحش است، اونا برای نجات خود 3 راه دارن. یکی ایست که اینا شرق الاوسط رها کنن، امیر رقم از پیشش براین و در او صورت اسرائیل یتیم میمونه. شرط رقم دومیشی است که امریکا ناچار قوای خود پیاده کنه، قوای زمینی را. در او صورت جنگ طویل صورت میگیره، ممکن به سالیان متمادی صورت بگیره، با تریلیون دلار مصرف، 50-60 هزار کشته و جنگ سالیان متمادی. او را نظامیش برشان مشوره نمیده و آپشن سوم برای امریکایی مانده که اگه این دوتا را نکنه آخرش است که از اینکه از شرم دنیا خود نجات بده مجبور بم اتم استعمال کنه و در صورت استعمال بم اتم منطقه هم بم اتم استعمال میکنه. چرا چین و روسیه گفته که اگر بالای ایران اتم آمد اتم برش میتیم که استعمال کنه و اگر راکت های کره شمالی پیش ایران باشه و اتم از چین و روسیه باشه خود نیویورک میزنن. وقتی که میزنن پس اونا میزنن چین جنگ جهانی است و تباهی عمومی در حدود 70-80% که پیش بینی شده قبلا. این پیش بینی قبلا شده که اگر جنگ اتمی شه 70-80% نفوس جهان از بین میره و دنیا به یک مخروبی کلی مبدل میشه. سپاس آقای فاطمی. چند روز قبل شاهد اعتراض یک عضو کابینه آمریکا بودیم. به نظر شما چقدر اقدام آمریکا در جنگ با ایران با مخالفت‌های داخلی روبرو است؟ استعفای از این شخص چون لحاظ مقام بسیار مهم است و هم لحاظ از این که برای رئیس جمهور نفر معتمد و نزدیک بود، یعنی لحاظ امنیتی شخص مهم است. این شخص رئیس چیز است شعبه جنگ ضد تروریسم در جهان است، یعنی دایرکتور آف امریکن نشنال کانتر تروریسم سنتر. این مرکزیت داره، نامش از جو کنت و این نفر خاص دونالد ترامپ بود، در پهلویش بود. این به دونالد ترامپ استعفا داد و برش گفت که ایران اصلا برای ما خطر نیست و گفتن از این جمله بسیار آسان نیست. به شما معلوم است که این جمله گفتن که ایران برای ما خطر نیست، تمام اموتیزس و تئوری دونالد ترامپ که جنگ به او بنیاد گذاشته و تعمیرش
فرونشین میکنه، زمین بوس میسازه. چرا که این میگه چون این رئیس شوبی تروریسم است و کار از این است که در جهان جایی که تروریسم است باید برای جمهور و دنیا بگه اینجا تروریسم است. یعنی امریکا در خلای معلوماتی قرار گرفته؟ نه، خلای معلوماتی نیست. امریکا خو میگه که ایران تروریسم است و این آدم چون رئیس عزیز ای برش میگه که نیست، این خطر نیست، این تو دروغ گفتی، به ملت تام دروغ گفتی، برای ما دروغ گفتی، ایران برای ما خطر نیست. این گپ اسرائیل است. اسرائیل جنگ خود بالای ما تپه کرده. این میگه ما خدمتگار و در سرویس امریکا هستم، نه در سرویس اسرائیل. چرا ما امر اسرائیل قبول کنیم و بریم به یک جنگی که جنگ ما نیست؟ بنان بر رئیس جمهور گفت که از این جنگ برای این به نفع ما نیست، این جنگ اسرائیل است، اسرائیل میفهمه جنگش، ما برای اسرائیل عسکر نمیشم، ما از این وظیفه خود استعفا میتونم، استعفا خود داد و برآمد و یک شکست بسیار. و شما دیدین تنهایی خود نبود، جنرال دانیل کین او برش گفت که این جنگ ما نمیبریم، تنگی هرمز از ما انسان ها را میگیره میبله و ما تنگی هرمز آزاد کرده نمیتونیم، اقتصاد ما را زمین بوس میسازه و ما را در جهان تنها میسازه. او را زد برطرف کرد به عوض جنرال کیوسی چیز آورد براونه. اینال خودش او روز در تبصره میگن که گپ جنرال دانیل کین واقعیت بود، باید برش گوش میدادیم و او را خانه نشین ساختن. بنان صدا حال بلند میشایسته است ممکن ایجاد شود. امیال بین رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور هم جنگ روان است، بین جی دی ونس و دونالد ترامپ جنگ روان است. جی دی ونس شدید مخالف ادامه از این جنگ است. او میگه این جنگ به نفع ما نیست، ما را از قطار اول جهان میکشه، نفع از زیر روسیه و چین میبره. اسرائیل به نفع ما نیست، اسرائیل خودم خراب کرد، ما رو خراب کرد، اما او را نمیگذارن که صدایش برایه و در داخل کابینه اونا جنگ دارن و در پالوی جی دی ونس بعضی وزرای دیگه که طرفدار جی دی ونس هستن اونان در پالوی جی دی ونس مبارزه دارن. بنان در بین نظام هم تضاد ادامه داره. خب شما معلوم است که دونالد ترامپ گپ دیگران را نمیشنوه، چیزی که خودش فکر میکنه به اون عمل میکنه. بسیار تشکر دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل، از حضورتان در برنامه سپاسگزاریم.